قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. لنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الأخيار أجمعين. أما بعد، برخی از اشیایی که در روایات نقل شده و خداوند دوست دارن، در حدیثی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: لیس شیء احب الی الله من قطرتین و اثرین، قطرة دموع من خشیة الله و قطرة دم تهراق في سبيل الله، و اما الاثران فاثر في سبيل الله و اثر في فريضة من فرائض الله. می‌فرمایند هیچ چیزی بهتر و محبوبتر نزد خدا نیست از دو قطره و دو اثر. دو تا قطره هستن که نزد خدا خیلی محبوبن و دو اثر. اثر یعنی نتیجه. اما اون دو تا قطره که نزد خداوند بسیار محبوب هست و خدا بسیار اون دو قطره رو دوست دارد و صاحب اون دو قطره هم دوست داره، فرمودن قطره اول قطره دموع من خشیة الله، اون قطره اشکی که بچکد از چشم انسان در نتیجه خوف و خشیت و هراس پروردگار. این اگر انسان در نتیجه تدبر و تفکر و اندیشیدن در آیات پروردگار، در عظمت خدا، نگاه کردن به نعمتهای والا و ارزشمند الهی، به هر زمینه‌ای که انسان نگاه بکند و به یاد خدا بیفتد و در نتیجه یاد و ذکر پروردگار اشکی، قطره اشکی هم بچکه و بچکد از دیدگان انسان، فرمودن این قطره خداوند خیلی دوست داره. حتی در حدیثی بازم فرمودن پیامبر علیه السلام: عینان لا تمسهما النار، عین بکت من خشیة الله و عین باتت تحرس فی سبیل الله. دو تا چشمن که در فردای قیامت آتش دوزخ و جهنم به آنها نمیرسد. یعنی منظور اینه که به دوزخ نخواهند رفت. صاحبان این چشم اول که بگرید از خشیت و خوف و هراس خدا، به خاطر ترس از خدا، و چشم دوم که شب نگهبانی بدهد در راه خدا، پاسداری و بیداری. شب بیدار میمونه جهت ایمن موندن مسلمانان از شبیخون دشمن، او پاسداری میدهد. شب بیدار است، این شب بیدار است، این چشم نمیخوابه تا دیگران بخوابند. در فردای قیامت این چشم آتش دوزخ و جهنم نمیبینه. بازم در رابطه با قطره اشک فرمودن پیامبر علیه السلام در حدیثی که میفرمایند: سبعة یظلهم الله فی
فی ظله یوم لا ظل الا ظله. 7 مورد رو پیامبر علیه السلام یادآور شدن که 7 کسن که در فردای قیامت و در محشرگاه که سایه‌ای جز سایه خدا نیست. زمین محشر مثل زمین دنیا نیست که در اون درختی یا کوهی، پستی، بلندی، ساختمان هیچی نیست، صاف و هموار است. هیچ جایی انسان نمیتواند قایم کند خودش رو، پنهان کند. هیچ سایه هم نیست، گرما و حرارت سوزانی است در محشرگاه و میدان محشر. خورشید میتابد بر فرق سرها، خورشید میدان قیامت و محشر. اما سایه خدا هست. 7 کسن که در زیر سایه اند. یک موردش فرمودن و رجل ذکر الله خالیا ففاضت عینا، کسی که در تنهایی، در خلوت، چون به دور از رنگ و ریاست، کسی که در تنهایی و خلوت خودشه و خدا، 2 نفری، کسی هم نیست. اونجا وقتی آدم گریه بکنه از ترس و خوف و خشیت خدا، اون قطره اشکی که بچکونه از ترس و خوف خدا بوده، درش رنگ و ریا نیست، مخلصانه هست. فرمودن کسی که در تنهایی و خلوت یاد خدا بکند، چشماش لبریز از اشک بگردد، این انسان در زیر سایه پروردگار است روز قیامت که هیچ سایه‌ای جز سایه خدا نیست. در رابطه با خوف و هراس از پروردگار، حتی خداوند وقتی پیغمبرانش رو ستایش می کند، مورد مدح و ثنا قرار می دهد، ذکری از پیغمبران می کنه. در سوره مریم خداوند در پایان ذکر انبیا و یاد اونها میفرمایند و اذا تتلا علیهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا. پیغمبران خدا این گونه بودند که هرگاه آیات خداوند رحمان، نکته ظریف و جالبی که در این آیه هست اینه که در عین اینکه انبیای خدا این گونه در برابر آیات پروردگار تواضع و کرنش داشتن، به سجده می رفتن، می گریستن، گریه می کردن، این گریه نه به خاطر این بود که ما یه وقتی هست در رابطه با خود انسان ها ما از یک آدم ظالم ستمگر بر خود می هراسیم، ترس از ظلمش داریم. نه، در رابطه با خداوند و اذا تتلا علیهم آیات الرحمن، خدا رو شناختن با نام رحمانش که اشاره به رحمت وسیع پروردگار است. اما این ترس واسه چیه؟ چون ذات پروردگار عظیم است. انسان در عین حالی که هیچ گونه ظلم و ستمی به خدا نسبت نمیدهد و خداوند مبرا و منزه از ظلم و ستم هست، اما اونقدر خداوند عظیم است که حتی فرشتگان خدا اون هم در روز قیامت صف کشیده، حتی جبرائیل امین بدون اذن و اجازه خدا کلمه ای نمیگوید. این از یه جهت. و از جهتی هم سرزمین محشر اگر میدان رحمتی است برای مؤمنین، ولی از جهتی میدان خشم و غضب است و نفرین است برای کفار و مجرمین. چنان خشمی خداوند در روز قیامت میگیرد که نگرفته و نخواهد گرفت. اینه که وقتی در عظمت خدا و آیات پروردگار بیندیشن، تلاوت میشد بر انبیای خدا، خروا سجدا، می افتادن، به سجده می رفتن و در حالی که می گریستن. این انبیای خدا بودن. از خود مؤمنین هم میگه در سوره اسراء و یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا، بر چهره ها می افتن، کنایه از رفتن به سجود است، در حالی که می گرین، گریه می کنن، گریه کنان سجده می کنن. اون وقت است که بر خشوعشون و تواضعشون و تسلیمشون همچه سجده هایی می افزاید. لذا از
خیلی از شخصیت ها، از عمر رضی الله تعالی عنه، از دیگر شخصیت ها نقل شده که وقتی به سجده می رفتن سجده می کردن، بعد به خودشون می گفتن این سجده هست، گریه‌ات کجاست؟ کجاست اون گریه‌ای که خداوند می فرمایند و یخرون للاذقان یبکون؟ چنان سعی می کردن که بتونن بگرین. یه وقتی انسان در رابطه با التماس و تضرع حاجتی دارد، نیازی دارد، مشکلی دارد، بلخص برای رفع مشکلات امت و مسلمین التماس می کند، گریه می کند. گریه او هم برای خداست، برای عزت اسلام، برای نجات امت. ما روایت داریم که علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه در رابطه با شب غزوه و جنگ بدر که صبحش جنگ بدر صورت گرفت میفرمایند لقد رأیتنا و ما فینا الا نائم الا رسول الله صلی الله علیه و سلم تحت شجرة یصلی و یبکی حتی اصبح. در اون شب که سربازان مسلمین، اصحاب و یاران پیامبر علیه السلام حضور داشتن در میدان بدر، که صبح همون روز که شب جمعه بود و صبح جمعه جنگ در گرفت، میگه همه ما خوابیده بودیم در اون شب، ولی هر لحظه نگاه میکردید بیدار میشدید، میدیدید که تنها کسی که بیدار مونده پیغمبر بود علیه السلام که زیر درختی مشغول نماز بود و میگریست تا دم صبح گریه میکرد. دعا و التماس و التجا و تضرع به درگاه خدا برای پیروزی این فئه و این گروه و این جمع، که اگر این گروه شکست میخوردن دیگه بقایی برای اسلام نبود. پس یه وقتی انسان برای خود ترس از گناه ها، این که من بنده شاکر خدا نیستم، به این همه نعمت های الهی بنگریم آیا ما شاکر این نعمت ها هستیم؟ بلخص امروزه که خداوند در رزق و روزی باز کرده، چقدر خوردنی ها، آشامیدنی ها، لباس ها انواع رنگارنگ مزین میخوریم، مینوشیم، خونه های مجلل و مزین، فرش ها و بسترهای نرم، همه ادوات و ابزاری که در گرما سرما استفاده میکنیم، مراکبی که داریم از ماشین و سواره های دیگه، همه این ادوات و ابزار و وسایل و امکانات نعمت های عظیم الهی هستند. و همچنین نعمت سلامتی و بالاتر از اون نعمت دین و ایمان و قرآن و پیغمبر علیه السلام، همه اینها نعمت هایی هستند. آیا ما تونسته ایم همه این نعمت ها رو شاکر باشیم؟ آیا بنده سپاسگزار پروردگار هستیم؟ از پس این نعمت ها برمی آییم؟ اینه که پس قطره اول قطره اشکی است که در نتیجه خوف و هراس و خشیت است از پروردگار انسان گریه می کند. این قطره خداوند دوست داره، لذا هر مؤمنی به هر نحوی که هست تلاش خودشو بکنه، بالاخص در این شبهای آخر ماه مبارک رمضان. ما در پایان رمضان هستیم، رفته رفته ماه رمضان دارد با ما ودا می کند و ما هم داریم ودا می کنیم در عمل. شاید این آخرین ماه رمضانی بوده که ما در زندگیمون و در اون عمر و مهلتی که خدا بهمون داده داریم به سر میبریم. که میداند 11 ماه دیگر رمضانی در یابیم یا در نیابیم. تا بدین شب که شب 24 رمضان هست ما تونسته ایم اون عبادت شایسته بکنیم، جبران مافات رو بکنیم، شب و روز تلاش شایسته‌ای داشته باشیم، عبادت مخلصانه از روی تقوا و پاکی و به خاطر محض رضایت خدا انجام داده ایم. اینه که در این شبها، بالاخص شبهای مبارک که پایان رمضان هم هست، با خدامون خلوتی داشته باشیم و راز و نیازی بکنیم، بیندیشیم به همه چیز تا بتوانیم قطره اشکی هم از دیده هامون ببارونیم و بچکونیم تا در درگاه پروردگار با همین قطره اشکی شاید پذیرفته شویم. قطره دوم پیامبر فرمودن علیه السلام و قطره‌ای که اون قطره خونی که در راه خدا ریخته می شود فی سبیل الله
در راه خدا ریخته می شود. منظور از فی سبیل الله جهاد است در راه خدا که اشاره شد در یکی از جلسه ها به خود مفهوم و معنای جهاد در راه خدا دفاع از دین خداست، با مال و با جان و با قلم و با زبان و همچنین دفاع از مال. اگر انسان مؤمن از مال خودش، از ناموس و جان خودش دفاع بکند و در این دفاع قطره خونی بریزد یا کشته شود، شهید است. اینه که پیامبر فرمودن علیه السلام در رابطه با قطره خونی که انسان در جهت دفاع از دین خدا بالاخص میریزه: والذی نفسی بیده لا یکلم احد فی سبیل الله والله اعلم بمن یکلم فی سبیله الا جاء یوم القیامه واللون لون الدم والریح ریح المسک. فرمودن هیچ انسانی، هیچ بنده‌ای در راه خدا زخمی نمی شود، قدم برمیداره در راه خدا زخمی میشه و خدا میداند که چه کسی در راه او زخمی میشود، مگر این که روز قیامت میاد همون مجروحی که در این دنیا زخم برداشته به خاطر خدا و در راه خدا، رنگش رنگ خون اون زخم ولی بوی اون بوی مسک است. اینه که این خطره دوم است که اگر انسان خطره خونی در راه خدا بریزد، نزد خدا اون خطره محبوب است و صاحب اون خونم محبوبه. اما اون دوتا اثر که در راه خدا و برای خدا باشد خدا دوست داره، فرمودن و اما الاثران فاثر فی سبیل الله. بازم اون اثری که در راه خدا و فی سبیل الله انسان در زندگی او یا بر جسم و جان او عارض بشود، گرد و غبار در راه خدا، گرما، سرما، خستگی، آزار و اذیت، هر نوع نتیجه و آثاری که ببیند بر خود انسان مومن در راه خدا، در راه جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و کسب علم و دانش، اینا همه فی سبیل الله هست. پیامبر فرمودن علیه السلام: لا یجتمع غبار فی سبیل الله و دخان جهنم فی جوف عبد ابدا ولا یجتمع شح و ایمان فی قلب عبد ابدا. امکان نداره که گرد و غباری که بلند می شود در هنگام حرکت در راه خدا، در هنگام جهاد در راه خدا و بر سر و صورت و چهره مؤمن می نشیند، استشمام می کند مؤمن اون گرد و غبار. اون گرد و غبار با دود جهنم و دوزخ یک جا جمع نمی گردن. فردی که در راه خدا گرد و غبار استشمام کرده، دود دوزخ و جهنم استشمام نخواهد کرد. و همچنین در این حدیث فرمودن امکان نداره که شح و ایمان در درون و باطن یک انسان با هم جمع بگردن. شح اصل بخل است و حتی برخی گفتن بخل آثاری از آثار شح است که انسان اون حق و حقوق حتی واجبی که بر او هست امتناع می‌ورزد، نه اینکه داوطلبانه بیاد در راه خدا صدقه بکنه. اینه که شح و بخل ورزی با ایمان در درون انسان جمع نمی‌گردن. اگر ایمان قوی باشه با شح مبارزه می‌کند و اگر شح قوی باشد ایمان رو تضعیف می‌کند. اما اثر دوم، پیامبر فرمودن علیه السلام: اثر فی فریضة من فرائض الله. اون اثری که انسان در خود لمس می کند به خاطر انجام دادن واجبی از واجبات. هر واجبی که انسان انجام بده یه آثاری بر او میگذاره، از وضو، از غسل، نماز، روزه هست، زکات، حج، امر معروف، نهی از منکر، کسب علم و دانش در زمینه اون واجب عینی، همه اینا آثاری دارن. آدم یه وقتی وضو میگیره در هوای سرد، آبم سرد، آب گرم نیست، شدت سرما بر بدن و بر پوست و اعضای انسان احساس می شود. این احساس اثری است در نتیجه پرستش و بندگی، انجام دادن فریضه خدا دوست داره، نه اینکه ما تعمدن آب گرم استفاده نکنیم در هوای سرد. یه وقتی پیش میاد، یه وقتی هوای گرم تابستون، آب گرمه، وضو میگیری، احساس گرما میکند پوست تو،
این احساس گرما اثر واجبی است که انجام میدهد. خدا دوست داره. یه وقتی مجبور میشید با آب شور، با آب دریا وضو بگیرید، سر و صورتت میسوزد. این سوزش در نتیجه انجام دادن واجب خدا دوست داره. پس خونه بیرون میگذاری به مسجد بیاید به سوی انجام دادن فریضه. هوا گرم است، هوا سرد است، عرق میکنید، گرمات میشه، خستت میشه، گرد و غبار بلند میشود، بر سر و صورت و چهرهت مینشیند. این قطره عرقی که آدم میریزد، گرما و سرمایی که متحمل میشود، خستگی، کوفتگی، اینا آثار عبادت هست و خدا دوست داره. این آثار خداوند دوست داره و در میزان حسنات انسان میگذارد. به همین صورت روزه، زکات، حج. حتی ما در رابطه با روزه بارها شنیدیم که این دهن خشکیده، این بوی بد دهان که در نتیجه انجام فریضه است که روزه باشد، نزد خدا از بوی مس خوشبوتر است. چرا؟ چون اثر عبادت است، اثر فریضه است. حالا این آثارشه. خود عبادت چقدر زیبا می شود، خود مؤمنی که اون عبادت رو انجام داده است چقدر محبوب است. اینا همه اشاره به این قضیه است که اگر گرد و غبار عبادت نزد خدا محبوبه، اون مؤمنی که عبادت رو انجام میدهد، رکوع و سجود و قیام و روزه و زکات و حج داره، خود مؤمن چقدر محبوبه. اون دیگه خدا میدونه که در روز قیامت وقتی مؤمن با این حسنات با خداش دیدار میکنه، اون جایی که چشم مؤمن روشن میگردد و دلش خنک میگردد، بالاخص در دیدار با خالق و معبود و پروردگار ذوالجلال و اکرام خودش. همچنین اون آثاری که مؤمن در جهت به دست آوردن لقمه حلال تلاش می کند، اینا هم جزو همینه. کار و کسب و تجارت و به دست آوردن رزق و روزی حلال و لقمه‌ای که واجب برای زن و فرزندت بالاخص تهیه بکنید، اینا به عنوان واجباته. در این زمینه و در این راستا مؤمن متحمل سختی ها می شود. خستگی، گرفتاری، دلتنگی، خود اینا آثار انجام فریضه هست، چون واجب بر مؤمنی که توانایی داره بره کار بکنه، جز واجباته. چون مسکن و هزینه زندگی برای زن و فرزند تأمین کردن جز واجباته، پس کارم واجبه که انسان بتونه اون هزینه رو تأمین بکنه. خب در زمینه کار کردن قطعا آدم خسته میشه، خستگی آثار وظیفه و تکلیفه. همین خستگی هم نزد خدا محبوبه. گرمات میشه، سرمات میشه، آزرده خاطر میشی، دلتنگیست در کار و کسب. همه اینا جزو پاداش و اجر و ثواب. زیرا در رابطه با کار کردن ما احادیث فراوانی داریم. پیامبر میفرمایند علیه الصلاة و السلام: ما اکل احد منکم طعاما احب الی الله عز وجل من عمل یدی. هیچ احدی از شما طعامی و غذا و خوراکی نخورده که محبوبتر و بهتر باشه نزد خدا از نتیجه کار دستش، از دسترنج خودش، از عرق جبین خودش. یعنی اون لقمه‌ای که بر می‌دارید و می‌خورید و این لقمه از دسترنج خودته، تلاش کردید، عرق ریختید، این لقمه نزد خدا بهترین لقمه هست، خدا دوستش داره. لذا در رابطه با نماز جمعه وقتی خداوند توصیه میکنه به مؤمنین که یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. روز جمعه وقتی صدا زده شد به سوی نماز و ذکر خدا، مؤمنین باید بشتابن به سوی عبادت و نماز جمعه و خطبه. و ذروا البیع، خرید و فروش رو رها بکنید. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این براتون بهتره. فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض، فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. نماز جمعه که تمام شد، کسی تصور نکنه که حالا خداوند دستور داده که وقتی اذان جمعه به اصطلاح شنیدید باید حتما برید تجارت رو رها بکنید، پس دیگه کسی حق نداره بعد از نماز بیاد دوباره سر کارش. میگه نه، نماز که تمام شد پراکنده بشید، برید حالا سر کارتون، دنبال رزق و روزی خدا باشید، برید. خواستید دوباره بعد از نماز جمعه کار بکنید، کار بکنید. اساسا کسی نگفته روز جمعه کار کردن حرامه یا کار کردن باید تعطیل بشه. نه، خداوند میگه وقتی که وقت نماز جمعه رسید کارو تعطیل بکن.
بعد از نماز مجددا میتونی سر کار بری. حتی اینقدر کار کردن اهمیت داره که پیامبر فرمودن علیه السلام آدم کار و کسب دست کم نگیره. فرمودن لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. اگر حتی یکی از شما دسته هیزومی رو، یه بسته از هیزم برداره رو دوشش بره بفروشه که درهم و دیناری از این فروش هیزم گیرش بیاد، بهتر از اینه که دستش به این و اون دراز بکنه. حالا یا بهش دادن یا ندادن، چرا آبروی خودشو ببره؟ حتی هیزمو بگیر، نگو حالا هیزم جمع کردن این دیگه کار نیست، نه، همین برات بهتر از این که دستتو به سوی این و اون دراز بکنید. تا جایی کار مهمه که پیامبر علیه السلام در رابطه با پیغمبران فرمودن ما بعث الله نبیا الا رعى الغنم فقال اصحابه وانت فقال نعم كنت ارعاها على قراريط لاهل مکه. فرمودن پیامبر علیه السلام، روایت تو بخاری است، هیچ پیغمبری مبعوث نشده، فرستاده نشده مگر اینکه چوپانی کرده، دنبال گوسفند بوده. اصحاب سوال کردن حتی شما ای پیامبر علیه السلام؟ فرمودن حتی من چوپانی میکردم برای اهل مکه در مقابل بخشی از درهم و دینار. قرارید جزئی، مثلا ما داریم تومن، هر تومنی 10 ریاله، ریال جزئی از 1 تومن هست. قرارید بخش ها و اجزایی از 1 درهم یا دینار، یعنی 1 درهم هم نمیگرفتم یا 1 دینار، کمتر، در برابر چوپانی که میکردم برای اهل مکه. کار زشت نیست. در رابطه با پیامبر داوود علیه السلام میفرمایند ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یده و ان نبی الله داوود کان یاکل من عمل یده. هیچ طعامی بهتر از این نیست که انسان از دسترنج خودش بخوره و پیغمبر خدا داوود علیه السلام از دسترنج خودش میخورد، کار میکرد. حالا چرا پیغمبر علیه السلام در رابطه با پیامبر داوود اشاره کردن؟ حکمت داره و علت داره. پیامبر داوود که پیغمبر فرمودن علیه السلام از دسترنج خودش میخورد، میدونید چه پیغمبری بود؟ پیغمبری بود در حینی که پیغمبر بود پادشاه هم بود، خدا بهش حکومت و فرمان روایی داده بود. خداوند میفرمایند در رابطه با داوود وذکر عبدنا داوود ذا الاید انه اواب انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق والطیر محشورة كل له اواب وشددنا ملکه وآتیناه الحکمة وفصل الخطاب. این پیغمبر داووده که ما کوهها رو مسخر کردیم، کوهها هم آوا شده بودن با او در تسبیح گفتن، پرندگان گرد آورده بودیم نزد او، نزد پیامبر داوود، مطیع و فرمان بردارش بودن حتی پرندگان، و ما حکومتش رو تثبیت کردیم و بعد بهش حکمت دادیم و داوری و قضاوت. ولی با وجود این پیغمبر علیه السلام میگه که داوود علیه السلام که خداوند بهش ملک و پادشاهی داده بود، اما از دسترنج خودش کار میکرد و از دسترنج و عرق جبینش میخورد، اتکا به سلطنتش نمیکرد، همه چیز در خدمتش بود، نیاز به کار نداشت. اما براش بهترین طعام همون طعامی است که خدا دوست داره که آدم از دسترنج خودش بخوره. و علمناه صنعة لبوس، کار پیامبر داوودم زره، لباسهای جنگی رو درست میکرد میفروخت. و در رابطه با پیامبر زکریا در حدیث امام مسلم پیامبر فرمودن کان زکریا علیه السلام نجارا، پیامبر زکریا نجاری میکرد، پیغمبر خدا بود. اینه که کار کردن هم اگر خستگی دارد، مؤمن و مسلمان بداند این خستگی در نتیجه انجام وظیفه هست، چون از جهتی مال باعث رشد زندگی انسان در دنیا می شود و مایه اینه که بتونه از این پول و مال و ثروت برای خودش کسب اجر و ثواب بکند. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند
برابرند، همانا تنها خردمندان پند میپذیرند.